بچه امروز اومدم بهتون یاد بدم چطوری یه کنترل ساده بسازید. اول از همه یه جک آداپتوری نیاز دارین و کلید 6 پای تلفنی. برای هر موتور 2 تا کلید نیاز دارین. برای هر 4 تا میتونین از این استفاده کنین. برای جلو عقب کردنش همین 2 تا کافیه، ولی برای چپ و راست کردنش اگر بخواین هر کدوم برای تایره. این برای تایر سمت راست، اینم برای تایر سمت چپ. اگر هم نخواین فقط جلو عقب بشه همین 2 تا کافیه. بریم سراغ نصبش. 2 تا بالایی هر کدوم با هم دیگه لاین میکنین و به منفی وصلشون میکنین. 2 تا بالایی رو وسطی ها رو به مثبت، یعنی 2 تا رو به هم دیگه وصل کنین و به مثبت وصلشون میکنین. 2 تا دیگه خروجی هم داره به پایین، اونا رو نمیخوام به هم دیگه وصل کنین. از هر کدوم یه دون خروجی بگیرین برای منفی مثبت موتورتون و بعد این راه میفته. خیلی ممنون. لایک حسابی از نره. خدا نگهدار. بچه این از تستش همونجوری که بهتون گفتم 2 تا بالای به منفی، وسطی ها به مثبت و پایین هم یکی از هر کدوم بگیرین که به منفی مثبت موتورتون وصل کنین. این هم از آداپتور 12 ولت وصلش کردیم و این هم یه دور، این هم به این طرفش، این هم به این ور و این هم این 2 تا مال موتور دیگه هن. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. خیلی ممنون. خدا نگهدار.